ما ببینم که یک کسی دست بالا کنه که بعد از این ریش خدا تراش نمیکنم. دایی نمیبینم که فرض است یا سنت است. دایی میبینم که او مردم از ریش رسول الله نفرت داره، دیگر ریش اعلام میکنم. همین مجمع است محبت رسول الله را تعهد کنه که ما دیگر ریش خدا تلاش نمیکنم. دمیالی که فعلا در هر مسجد در هر جای دنیا بدانه که مسلمان با رسول الله رابطه داره. دنیا بدانه که اگر ما یک تکان خدا دادیم دیگه کل احکام اسلام در مسلمان ها دیده میشه. ولی کجاست؟ ما دلیل گفته رایستیم ریش سنت است، هر روز زنگ زده میشه ما نیستیم ریش سنت است یا فرض است. جناب و محترم، اگر رسول الله را دوست داری عمل رسول الله است، حلیه رسول الله است، بس دیگه بگذار، پشتی فرض و سنت نگرد اگر محبت با رسول الله داری. لیکن ما امو مردم نیستیم، دروغ دعوا داریم که محبت با رسول الله داریم. ما ببینم که بعد از این ما رو بیاریم. پس از این هر عمل ما باید مطابق عمل رسول الله باشه. سلام ما، کلام ما، نان خوردن ما، خواب ما، معامله ما، همه ما. و کی میشه ایگه؟ وقتی میشه که ما در مسجد عالمی که حدیث خوانده بتانه، هر روز دست داده بتانه، ما ببینیم که محبت رسول الله به ما تظاهرات نمیشه، به 4 دانه بیان مولا نمیشه. محبت رسول الله